لب ایشون وسط تزریق شده. بعد اینکه یکی اینکه هر جایی تزریق نکنین، حتی پیش فامیلاتون، چون که ایشون پیش فامیلشون تزریق کرده. بعد اینکه لب کاملا وسط تزریق شده. فیلری که استفاده شده اصلا فیلر اسید هیالورونیکی نبوده، یه فیلر متفرقه بوده. لبو باز کن از روبرو ببینن. ببین این لب کاملا اومده جلو. لبتو باز کن. این لب کاملا کشیده میشه پایین. و اینکه این لب باید آنزیم بخوره. کسایی که میگن حالا لب لیفت بشه، این لب باید آنزیم بخوره، چون الان این نقطه‌ایه که به هیچ عنوان نباید فیلری باشه. فیلر کاملا تجمع پیدا کرده اینجا. برای اینکه لیفت بشه، کاملا روسی در بیاد، این لب باید آنزیم بخوره. بعد از حالا 2 هفته ما این لب رو به صورت لیفت در میاریم. بعدش یه حمله باید نیست.